دوستای عزیز و مهربونم، ممنون که همراه هم بودین و حالا بریم ادامه داستان. حالا دیگه از پشت به من خنجر میزنی و یه هرزه پاپتی و فراری میدی؟ نمیدونستم چه خبر شده بود و به خاطر همین یه قدم عقب رفتم و جواب دادم ارباب به خدا من میونه حرفم اومد. لال شو، هیچی نگو، نمیخوام صدای نحستو بشنوم. و همونطور کشون آفتابو کشید و از عمارت بیرون زد و داد میزد میر حسین کجایی؟ باز گلومو چنگ انداخته بود. ارباب واسه اولین بار با من اینجوری حرف زده بود. یعنی کار آفتاب تموم بود. چطور دختره دست و پا چلفتی نتونسته بود فرار کنه؟ خدایا، همه جماعت این عمارت ریخته بودن تو حیاط و این آفتاب بود که مثل مار تو زمین خاکی به خودش میپیچید. داستانو میشنویم از آفتاب. داشت چه اتفاقی میافتاد؟ یادم میومد که نزدیک یه جیب بودیم. یادم میومد میخواستم فرار کنم، اما انگار موفق نشده بودم، نتونسته بودم. یادم میومد ارباب از موهام میگرفت. دیگه چیزی یادم نمیومد که داد ارباب باعث شد همه سکوت کنن. آهای جماعت، همتون به گوش باشید. امروز میخوام واسه همیشه به این ننگ خاتمه بدم. میخوام همتون بفهمید سزای خیانت به ارباب چیه، اما نه با کشتن آفتاب، با بیرون کردنش از این شهر برای همیشه. جون تو تنم نبود و با لبای خشکیده و حالی دگرگون نگاهی به ارباب که بالای سرم وایساده بود انداختم و آروم گفتم ارباب. اما صدام به گوشش نرسید و زمزمه کل اون جماعت بلند شده بود و یهو صدای فخرالزمان باعث شد این زمزمه ها به سکوت تبدیل بشه که گفت چی داری میگی ارباب؟ این به دور از قوانینه. تو باید این زنیکه هرزه رو اعدام کنی تا درس عبرتی بشه واسه همه. و این ارباب بود که با صدای محکم و بمش که ترس به دل همه مینداخت جواب فخرالزمان رو داد که گفت من تصمیمو گرفتم مادر. من نمیخوام خونی تو این عمارت ریخته بشه. پس بهتره برای جمع کردن این آبروریزی بیرون کردن آفتاب از این شهر باشه. اینطوری دیگه هیچ احدی نمیتونه حرفی بزنه و الا خودم خونشو میریزم. فخرالزمان عصبانی شده بود. اینو میتونستم بفهمم، در حالی که حالم اصلا به هیچ عنوان مساعد نبود. درازکش روی زمین افتاده بودم. دلدرد امونمو بریده بود که بازم صدای ارباب به گوشم رسید. آهای میر حسین، زود باش، بیا اینجا. صدای دویدن پای کسی رو شنیدم، اما چشامو بستم. حالم اصلا خوب نبود و به خاطر همین چشام کامل بسته شد. بازم صدای مرد غریبه‌ای رو شنیدم که خطاب به ارباب گفت جانم ارباب جان، امر کنید. داستان رو میشنویم از گلنسا. ارباب داشت دستور میداد که آفتابو ببرن و یه جای دور افتاده رهاش کنن. چطور میتونستن این کارو با یه دختر که تازه زن شده بود و تو عذاب بود انجام بدن؟ اما همین که کارش به سنگسار نکشید و ارباب زندگیشو بهش بخشیده بود، باید شکرگزار باشم. اما بازم این چیزی نبود که من میخواستم. من باید به حقیقت ماجرا پی میبردم و تا نمیفهمیدم آروم نمیگرفتم. داستانو میشنویم از ارباب. بهترین کار همین بود. من نمیتونستم آفتابو سنگسار کنم. همه این اهالی منو یه ارباب خشن و بیرحم میشناختن، اما نمیتونستم یه خان بیرحم باشم. من تحصیل کرده بودم. من نمیتونستم مثل پدرم بی‌پروا باشم. من خودخواه نبودم. حتی لحظه‌ای که آفتاب جلوی پام خونی مالی بود یادم نمیرفت. من چطور تونسته بودم این بلا رو سرش بیارم؟ اما هر طور که بود گذشت و این روزایی که نتونسته بودم یه شب راحت بخوابم. بالاخره تصمیمم این شد که آفتابو بفرستم یه شهر دور افتاده و واسه همیشه حق ورود به روستا رو بهش ندم. این حداقل کار ممکنی بود که میتونستم انجام بدم. چند ساعتی میشد که آفتابو از عمارت بیرون کرده بودم و همراه میر حسین فرستاده بودمش. اما همین چند ساعت بعد جور فکرم مشغول بود. بعد جور تو خودم بودم. میخواستم بفهمم. میخواستم قضیه روزی که آفتابو فرستادم خونه پدرش رو خوب بفهمم. چطور شد که آفتاب گناهکار شد و محمد علی بیگناه؟ آفتاب چه جایی داشت که بره؟ برای چی فرار کرده بود؟ مگه اون زن خان نبود؟
مگه قرار نبود وارثمو به دنیا بیاره؟ با شکمی که برآمده بود چطور میتونست فرار کنه؟ اصلاً بچه چرا از بارش رفت؟ هزاران سوال بی جواب تو ذهنم رژه میرفتن و من خانه روستا، ارباب عمارت، خانه سالارها، هیچ جوابی براش نداشتم. تو همین فکرها بودم که در اتاقم زده شد و مادرم فخرالزمان وارد شد که گفت سلام ارباب، امیدوارم که حالت خوب باشه. دستم اون روی پیشونیم گذاشته بودم و جواب دادم میبینی که اصلاً حالم خوب نیست، سردرگمم، بد جور سردرگمم. مادرم عصای داخل دستشو کنار صندلی چوبی گذاشت و کنارم نشست و گفت اگه بخوای اینطوری ادامه بدی دودمانی که پدرت چندین و چند سال حفظش کرد و از دست میدی. تو یه خانی، کسی که به هیچ احدی رحم نداره، اما چرا به اون دختره هرزه رحم کردی و اعدامش نکردی سپند؟ بازم شروع شد، بازم این بحث. میخواستم خیال مادرم رو در رابطه با این موضوع راحت کنم که با صدای دورگه و خشن جواب دادم چون هنوز مطمئن نیستم که تو این عمارت کی راست میگه و کی دروغ. نهایت کاری که میتونستم برای بستن دهن مردم انجام بدم بیرون کردن آفتاب بود. ولا غیر. دیگه هم نمیخوام راجبش چیزی بشنوم. صدای نفسهای عصبی مادرم رو میشنیدم که بیوقفه گفت باشه پسرم، هر چی تو بگی، اما چیزی که باعث آرامش تو بشه و بتونه روی پا نگهت داره رو من برات سراغ دارم. که گفتم چی میخوای بگی مادر؟ چی باعث آرامش من میشه؟ مادرم همونطور که به پنجره شب چشم دوخته بود جواب داد تو یه خانی و یه خانم حداقل یه وارث میخواد که دودمانش رو ادامه بده. میخواد یا نمیخواد؟ سرم آروم تکون دادم و جواب دادم همینطوره، اما ای کاش هیچ وقت آفتاب وارد زندگیم نمیشد. به خاطر یه وارث این همه مصیبت رو تحمل نمی‌کرده. مادرم نیشخندی به روم زد و گفت اگه همون روز اول به حرف خودم گوش می‌کردی هیچ وقت این اتفاقا نمی‌افتاد. حالا هم میخوام به حرفم گوش کنی تا باز شاهد چنین افتضاحایی توی این عمارت نباشی. چشم بستم و باز کردم که گفتم حرفتون متین، اما باید بدونم چی میخواید ازم. صدایی تو گلو صاف کرد و گفت ازت میخوام با دختر خالت پوران ازدواج کنی. پوران گزینه خوبی برای تو میتونه باشه، تحصیل کرده، با وقار و البته خانزاده. پوران میتونه برای تو یه وارث به دنیا بیاره، یه وارث که خون پدر و مادرش ارباب زاده است. چشم ریز کردم. آخه مادر، اون چطور وقتی انقدر خوبه و به قول شما با کمالاته میاد و زن یه خان بخت برگشته میشه که هیچ زنی به جز گلنسا بهش پا نمیگیره؟ خنده‌ای در جوابم کرد و گفت ببین سپند، امشب میخوام عین یه مادر و پسر باهات حرف بزنم، نه یه خانم بزرگ. از روزی که تو رو زاییدم پدر خدا بیامرزت ارباب سفر تو رو مثل یه خانزاده بزرگ کرد و درس زندگی بهت داد. گذاشت تحصیل کنی و تحصیل کرده باشی. به خاطر چی؟ به هم زل زده بود و وقتی سکوتم و دید ادامه داد. به خاطر اینکه بتونی وارثش بشی، یه وارث خوب بدون هیچ کم و کاستی. حالا هم تو باید در به در دنبال خواسته های پدرت باشی. باید بزرگ باشی، درست مثل ارباب سفر. تو باید با پوران ازدواج کنی تا بتونی خواسته های پدرتو محقق کنی. مادرم همش میگفت و من اصلا حالم خوب نبود. به خاطر همین جواب دادم اما من اصلا اوضاع خوبی ندارم و از اون گذشته هنوز تازه زن دومم رو از دست دادم و تو غم از دست دادن وارثمم. چطوری بیام و تو این اهالی زبون نفهم مراسم ازدواج زن سومو بگیرم و همه به ریشم بخندن؟ که جواب داد باشه پسرم، باشه، اما هر وقت حال جا اومد و به روال قبل برگشتی حتما با پوران ازدواج میکنی و صاحب فرزند میشی. اون وقته که احساس خوشبختی از سر و کولت بالا میره و میگی ای کاش زودتر این اتفاق میافتاد. لبخند بیروحی تحویلش دادم
برای دلخوشیش جواب دادم حتما همینطوری که شما میگی خانم بزرگ. پوران دخترم، نگران هیچی نباش. من از امشب راجبت با ارباب حرف زدم. مکسی کردم و ادامه دادم. پسره دیوونه هنوزم فکرش درگیر اون ماجراست. همش پیگیر اینه ببینه کی راست میگه و کی دروغ. انگار کلاً عقل از سرش پریده بود. پوران نگاه مرموزانه‌ای بهم انداخت و گفت اون دختره دیگه شرش کنده شد. اربابم مطمئنم چیزی نمیفهمه. یعنی انقدر مشغله داره که نفهمه. به مرورم سر عقل میاد و به وارث احتیاج داره. حتما سراغ من میاد. چون هیچ کسی رو بهتر از من نمیتونه پیدا کنه. نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم کاش همینطور باشه که تو میگی. داستانو میشنویم از گلنسا. 20 روز از رفتن آفتاب میگذشت. همه چی به روال قبل برگشته بود و دیگه هیچ کس نه مردم و نه ارباب از نبود آفتاب حرفی نمیزدند. انگار دیگه همه یادشون رفته بود که آفتابم وجود داشت و چطور بیرحمانه بیرون شده بود. 20 روز بود که دیگه عمارت جنجالی نبود و همه با آرامش زندگی میکردن. اما کسی که رنگ آرامش رو هنوز ندیده بود من بودم. وسط سالن عمارت نشسته بودم و در حال چای خوردن بودم که فخرالزمان و اون دختر پوران که واسه مدتی اینجا بود به سمتم اومد و روبروم نشست. چای رو پایین آوردم و به احترام فخرالزمان از سر جام بلند شدم که گفتم سلام خانم بزرگ. نگاه خشک و خالی بهم انداخت و انگار که زورش کرده باشن جواب سلام بده که گفت علیک سلام. و خنده کنان همراه خواهرزادش نشستن و شروع به حرف زدن کردن. انگار که من اصلا وجود نداشتم. نمیدونم چم شده بود. اصلا از این دختر خوشم نمیومد. نگاهی پر از تنفرم و بهش انداختم. بی‌ادب‌تر از چیزی بود که فکرشو میکردم. حتی یه سلامم بهم نداد و اومد و اونجا نشست. فنجون دستم رو روی میز گذاشتم و بلند شدم و قصد رفتن به اتاقمو کردم که صدای فخرالزمان مانع از حرکتم شد. کجا گلنسا؟ به آرومی به سمتش برگشتم. ببخشید مادر، من اصلا حالم خوب نیست، میخوام برم اتاقم. فخرالزمان نیم نگاهی به پوران انداخت و رو به من کرد و گفت بایدم حالت خوب نباشه. 10 ساله که اجاقت کوره و ارزه یه وارث آوردنم نداری. 10 ساله بیچاره پسرم سپند، چشمش به دره و منتظر یه نور خونه است. اما تو اصلا هم عین خیالت نیست. با طعنه و نیشه کنایه حرف زدنای فخرالزمان شروع شده بود. اونم جلوی پوران. لعنتی که اصلا احساس خوبی بهش نداشتم. قبل از اینکه من بخوام جواب بدم فخرالزمان ادامه داد اما من نمیذارم اینطور پیش بره. تا چند روز دیگه زن اربابو انتخاب میکنم. اونم کسی که نه رعیت نه نازا. چشم رو هم گذاشتم و جواب دادم بگید خانم بزرگ، اگه اینطوری آتیش درونتون خاموش میشه بگید. گفتم و رو ازش گرفتم و برگشتم و به سمت اتاق را افتادم. دیگه بیشتر از این نمیتونستم تحمل کنم. این وضعیت رو باید با ارباب در میون میذاشتم. نیش زدنای مادرش رو اینطوری نمیشد تحمل کرد و منم بیشتر از 10 سال نمیتونستم صبوری کنم. شب از نیمه گذشته بود و هنوز ارباب وارد اتاق نشده بود و من مثل همیشه منتظرش بودم. 10 سال پیش توی مکتب خونه با ارباب آشنا شده بودم. اون زمان سن و سال زیادی نداشتم. به خاطر همین احساسی شدم و دل به ارباب سپند دادم. اون روزا ارباب یه پسر شوخ‌طبع و درس خون بود. هیچ کدوممون از طبقه اجتماعی همدیگه با خبر نبودیم. تا اینکه پی به فامیلی ارباب بردم. وقتی فهمیدم خان سالار اسم خانوادگیشه ازش جویا شدم و فهمیدم پسر یکی از اربابای فلان روستاست. وقتی میدونستم 2 نفرمون طبقه اجتماعی مساوی با هم دیگه داریم ادامه دادن رابطمون رو طولانی تر کردم. من دختر ارباب پرویز سپهبد بودم. اربابی که اون روزا بدجوری توی زمان خودش قوقا میکرد. مدت‌ها گذشت و ارباب رابطمون رو جدی‌تر میخواست. دلش میخواست بیاد خواستگاری. میگفت که پدرش میخواد زنش بده و وارثدار بشه. 21 ساله بودم. قبول کردم که با ارباب ازدواج کنم و منم که اون زمان فقط یه دختر 20 ساله بودم. مثل الان که فخرالزمان دلش میخواد عروسش از یه طبقه بالا باشه، قبل از اینکه بفهمه من دختر کیم کلی مخالفت کرده بود.
اما ارباب همه چیزو بهش گفته بود و با شنیدن اسم ارباب سپهبد کامل راضی شد و به خواستگاری اومدن و من با ارباب سپند با همدیگه ازدواج کردیم. سال از ازدواجمون گذشته بود. روزا مثل همیشه سپری می شد و عشق من و ارباب روز به روز به همدیگه بیشتر می شد تا اینکه پدر ارباب دار فانی رو ودا گفت و رحمت خدا رفت که ای کاش نمی رفت. توی این 5 سال که عروسشون بودم ارباب سفر، پدر ارباب یعنی ارباب سفر، از گل نازکتر به هم نمی گفت. به قول فخرالزمان اون بود که دلش وارث میخواست، دلش بچه سپند رو میخواست. اما درست عین یه پدر پشتم بود و هیچ وقت اسمی از فرزند آوری به زبون نمی آورد. اما از این دنیا رفت و تقریبا همه کاره امارت شد فخرالزمان. فخرالزمان که یه زن مغرور و از خود راضی بود، بعد از فوت شوهرش همیشه سرکوفت بچه به هم میزد. میگفت نازایی و اجاق پسرش رو کور میدونست. با این وجود ارباب حتی ذره ای از مهرم تو دلش کم نشد و بازم به خاطرم صبر کرد تا اینکه 5 سال دیگه هم گذشت. توی این مدت زمزمه های فخرالزمان برای بچه دار شدن تو گوش ارباب بالا گرفته بود. حتی اربابو بی عرضه خطاب میکرد. میگفت ارباب عرضه وارث به دنیا آوردن و زن دوم گرفتن رو نداره. اون زمان پوران خواهرزادش رو مد نظر داشت، اما با مخالفت‌های شدید ارباب روبرو شده بود. به خاطر همین واسه اینکه زن دوم ارباب با انتخاب فخرالزمان پا توی این عمارت نذاره، خودم پا پیش گذاشتم و اربابو راضی به ازدواج دوم کردم. ازدواجی که به ثمر ننشست و باعث شد ارباب بیشتر بشکنه. تو فکر بودم که در اتاق باز شد و ارباب با حالی بد وارد اتاق شد و صدا زد گلنسا، گلنسا. با هول از جام بلند شدم و به سمت ارباب راه افتادم. سلام ارباب. تا حالا کجا بودی؟ این نگاهی بهم انداخت و گفت حالم بده گلنسا. عذاب وجدان درست مثل خوره وجودمو گرفته. و به دهنم پایین فرستادم و گفتم آخه واسه چی ارباب؟ مگه چیزی شده؟ ارباب همونطور که به دیوار تکیه داده بود از کنار دیوار لیز خورد و روی زمین نشست که گفت من چطور میتونم خودم رو اذیت نکنم وقتی یه ارباب به درد نخورم، وقتی که بدون فهمیدن ماجرا و درست و غلط بودنش زنم رو از این روستا بیرون کردم. آروم ادامه داد گلنسا، من یه ارباب احمقم مگه نه؟ خودم بهش نزدیک کردم و دستش آروم گرفتم که گفتم نه ارباب، این حرفو نزنید، شما یه خانه با غیرتی. اگه این تصمیمو گرفتی همش به خاطر آبرو و ناموست بوده، پس اینجوری نگو. صدای ارباب میلرزید و این باعث میشد من خورد بشم. نفسی گرفت و ادامه داد گلنسا کمکم کن. چشم بستم و تو تاریکی نمیتونستم قشنگ چهرهشو ببینم که ادامه داد میخوام کمکم کنی و هم فکرم بشی گلنسا. احساس میکنم توی منجلاب بزرگ گیر کردم و همه افراد این عمارت به جای اینکه کنارم باشن روبرومن. دست ارباب محکمتر فشار دادم. میخواستم باهاش راحت باشم. میخواستم با هم یکی بشه و احساس راحتی کنه که گفتم سپند، اگه کل آدما رقیبت باشن من رفیقتم. میتونی روم حساب کنی. پاهاشو که روی زمین کشیده بود جمع کرد و جواب داد میخوام قضیه آفتابو بفهمم. میخوام پرسجو کنی در این باره. من نمیتونم. خیلی شلوغم. میخوام مخفیانه پی به ماجرا ببری. آروم ادامه داد این کارو میکنی گلنسا؟ ارباب نمیدونست که این خواسته قلبی منم بود. به خاطر همین گفتم حتما ارباب، حتما میتونی روم حساب باز کنی. 3 روز از شبی که ارباب با هم درد و دل کرده بود گذشته بود و من هنوز کاری نکرده بودم. این روزا هم رژه رفتن این دختر پوران تو عمارت هرسیم کرده بود. به خاطر همین رو سرم مرتب کردم و از عمارت بیرون زدم. دنبال محمدعلی بودم که با دیدنش جلوی در عمارت با عجله به سمتش راه افتادم که با دیدنم هول شد و سرشو پایین انداخت که گفت سلام خانم. سلام خانم جان، امری دستوری دارید که اینجا آمدید؟ سرم با چپ و راست چرخوندم. وقتی مطمئن شدم کسی نیست جواب دادم محمدعلی، شنیدم خانواده‌ات تو فقر زندگی میکنن. شنیدم زن و بچت همیشه محتاج بقیه‌ان. کلاه سرش رو بیرون آورد و با سر پایین افتاده و بغض سنگینی که تو صداش موج میزد گفت
هی خانم جان، زدن این حرفا محض غلطه. درسته خانواده من خیلی در عذابن، اما چیکار کنیم؟ باید زندگی کرد و گذروند. که گفتم میخوای از این وضعیت نجاتت بدم؟ میخوای تا 7 پشت شاهانه زندگی کنن؟ انگار هنگ کرده بود. با چشمای گشاد شده به هم زل زده بود که باز صداش دادم با تو هم محمد علی، چی شده؟ میخوای یا نه؟ هول شده این پا اون پا کرد. نه خانم جان، نه، من دیگه غلط کنم همچین چیزی بخوام. به اندازه کافی از این طعما چشیدم و عذاب وجدانش راحتم نذاشته. چشم ریز کردم و گفتم بگو ببینم چی میخوای بگی محمد علی، زود باش. دستی داخل سرش کشید و گفت خانم جان، میشه جای دیگه با هم حرف بزنیم؟ اینجا میترسم کسی سر برسه و برای دوتامون بد شه. سرمو رو به بالا و پایین تکون دادم و جواب دادم خیلی خوب محمد علی، خیلی خوب. پشت عمارت منتظرتم، لطفاً دیر نکن. جلدی میای. کلاهش رو سرش گذاشت و دستش رو روی 2 چشماش گذاشت. به چشم خانم جان، به چشم. عقب رفتم و بعد چرخیدم و بهش پشت کردم و ازش دور شدم. که گفت خانم جان، به جان بچم من نمیخواستم این اتفاق بیفته. قربون سرتون برم، مجبور شدم، مجبور. و شروع کرد به گریه کردن و تو سر خودش زدن. پلکم شروع به لرزیدن کرد و داد زدن ساکت شو مرتی، که میدونی اصلا چی کار کردی؟ با جون یه بیگناه بازی کردی؟ پشت هم تو سر و صورت خودش میکوبید و ادای آدمای بیگناه ها در می آورد. که گفت خانم جان، به جان خودتون، به سرتون قسم میخورم مجبور شدم. گلنسا خانم، مجبور بودم. دندونم روی هم گذاشتم و دلم میخواست محمد علی رو خفه کنم. این بار به آرومی باش ادامه دادم که گفتم ببین محمد علی، باید بری پیش ارباب و اعتراف کنی. باید همه چیزو از سیر تا پیاز برای ارباب بگی. باید بگی، میفهمی یا نه؟ شروع به پاک کردن اشکایی که مثل تمساح میریخت کرد و گفت نمیتونم گلنسا خانم. به والله که میشکنم، نمیذارن سر به تنم بمونه خانم جان. عصبانی شده بودم که دستشو گرفتم و کشیدم. ساکت شو نامرد، خودم به زور میبرمت. خودشو میکشید و مانع از راه اومدنش میشد که محکم دستشو رها کردم و گفتم مثل اینکه نمیخوای تو رفاه زندگی کنی، نه؟ بازم گریه کرد. میخوام خانم جان، میخوام. کیه که نخواد؟ اما من که میدونم نمیذارن آب خوش از گلوم پایین بره گلنسا خانم، پس بهتره این کارو نکنم. که گفتم تو با من بیا پیش ارباب شهادت راست بده. مطمئن باش منم نمیذارم این اتفاق برات بیفته. خودم ازت محافظت میکنم، اما نذار حق یه بیگناه پایمال بشه. آفتاب بیگناهه و با شهادت دروغ تو در حقش نامردی شده. محمد علی دستی به صورتش کشید و گفت باشه خانم جان، میام، اما طوری میام که هیچ کس بو نبره. نمیخوام هیچ کس بفهمه من پیش ارباب بودم. و من بهش گفتم، سرمو تکون دادم که گفتم بهت قول میدم تو فقط بیا و مردی کن و به ارباب همه چیو بگو. به سختی محمد علی راضی کردم و تو راه برگشت به عمارت بودیم. خدا را شکر کسی تو محوطه نبود و از این بابت خیالم راحت بود. تو این وقت غروبم ارباب تو اتاق باید بود و باید مستقیم محمد علی رو میبردم داخل اتاق تا همه چیزو به ارباب بگه. رسیده بودیم دم در عمارت. نگاهی با محمد علی انداختم و گفتم محمد علی، تو همینجا یه جایی قایم شو تا من با ارباب راجبت حرف بزنم. بیرون نیا، باشه؟ مثل عادت همیشه‌ای که داشت دست تو چشماش گذاشت و گفت به تخم چشمم خانم. نگاه ازش گرفتم و به سمت اتاق بالا راه افتادم. با عجله پله‌های عمارت و یکی دو تا جا میذاشتم و دامنمو توی دستم گرفته بودم به خاطر اینکه به پام گیر نکنه و زمین نخورم. به در اتاق رسیدم و تقی به در زدم و بعد شنیدن صدای فخرالزمان کلی تعجب کردم و تلو تلو وارد اتاق شدم. با دیدن فخرالزمان و پوران کنار ارباب چشام از تعجب دو میزد. لب باز کردم. سلام ارباب. سلام خانم بزرگ. خانم بزرگ رو ازم گرفت و خیلی خشک جواب داد. علیک سلام گلنسا، تا حالا کجا بودی؟ و مثل همیشه پوران که بی محل‌تر از همیشه بود نگاهش رو ازم گرفت و سلامی به من نداد. بی توجه بهش رو به ارباب و فخرالزمان کردم که گفتم جایی نبودم، رفته بودم بیرون عمارت یکم هوا بخورم.
ارباب ساکت بود که فخرالزمان جواب داد مهم نیست کجا بودی. دنبالت فرستادیم تا با همدیگه راجع به یه موضوعی که می‌خواستی به ارباب بگی صحبت کنیم. چشم ریز کردم و گفتم چه موضوعی؟ عصاشو به زمین زد و گفت چند وقت پیش بهت گفتم که باید به ارباب چی بگی. من که هر چقدر با ارباب حرف میزنم راضی نمیشه. به هر حال تو زن اول خانی و این مسئولیت گردنته. وقتی بچه دار نمیشی دنبال وارث باید واسه ارباب باشی. درست نمیگن؟ ای وای که فخرالزمان دست پیشو گرفته بود که پس نیفته. من باید چی میگفتم؟ پس محمدعلی چی میشد؟ پس آفتاب؟ سرمو تکون دادم که گفتم چی باید بگم؟ شروع به خندیدن کرد و قهقه زد و میون خندهاش گفت من انتخابمو کردم گلنسا. من میخوام پوران زن ارباب بشه. نگاهی به پوران انداخت و گفت خود پورانم راضیه. فقط مونده ارباب که راضی بشو نیست و این کار فقط کار خودته. و رو به ارباب کرد و گفت پسرم لطفاً دیگه کوتاه بیا. ببین گلنسا هم موافق ازدواجت با پورانه. و رو به من کرد و گفت مگه نه گلنسا؟ سرگیجه گرفته بودم از دست حرفاش و رفتارش که توی منگنه قرارم داده بود. بازم صداشو شنیدم. بگو دیگه گلنسا، فقط مونده تو که از ارباب بخوای زن سومشو بگیره. فقط مونده تو که از ارباب بخوای زن سومشو بگیره و یه صاحب برای این امارت به دنیا بیاره. و کی بهتر از پوران که هم خواهرزادمه، هم خانزاده است، هم تحصیل کرده. که گفتم شما اینو میخواید ارباب؟ میخواید با پوران ازدواج کنید؟ با زدن این حرف با چشمای ترسناک فخرالزمان و پوران مواجه شدم که ارباب آروم و کوبنده گفت به خاطر به دنیا آمدن وارثم، به خاطر ادامه پیدا کردن این نسل. بله گلنسا، من این امر رو قبول میکنم و میخوام با پوران ازدواج کنم. باورم نمیشد این ارباب بود که داشت این حرفو میزد. مگه خود ارباب نبود که همین چند شب پیش ازم خواسته بود سر از قضیه در بیارم؟ داشتم دیوونه میشدم که صدای فخرالزمان رو شنیدم. گلنسا مادر، امیدوارم سنجیده عمل کنی. بهتر از فردا به کارهای عروسی رسیدگی کنی تا به نحو احسن عروسی برگزار بشه. میدونی که دیگه اصلا خوش ندارم عروسی دوم پسرم یادم بیاد. ارباب سکوت کرده بود. دیگه داشتم حتی از خود اربابم متنفر میشدم که جواب دادم همین کارو میکنم. فخرالزمان و پوران که انگار خیالشون راحت شده بود و لبخند به لب داشتن رو به ارباب کردم که گفتم من میرم قرصی چیزی بخورم، سرم خیلی درد میکنه. با تکون دادن سر ارباب که تایید کرد که برم، رو از اون دو افریته گرفتم و از اتاق بیرون زدم. باید هر چه زودتر خودمو به محمدعلی میرسوندم. با عجله از عمارت بیرون زدم و شروع به آروم صدا زدن محمدعلی کردم که از کنار دیوار بیرون اومد و گفت بله خانم جان، باید بریم پیش ارباب. سرمو تکون دادم به نشونه منفی که گفتم نه، انگار قسمت نیست این عمارت روی خوش حقیقت به خودش بگیره و همیشه باید با دروغ و نیرنگ سپری بشه. محمدعلی این پا اون پا کرد و گفت یعنی چی خانم جان؟ که گفتم دیگه نیازی بهت ندارم، زود باش از اینجا برو. که ادامه دادم وقتی ارباب خودش نمیخواد پی به قضایا ببره، پس تلاش کردن منم بیهوده است. رو از محمدعلی گرفتم و به سمت عمارت راه رفتم. من باید بازم شاهد ازدواج شوهرم میشدم، اونم با زنی که ازش متنفر بودم و فکر نمی‌کردم حتی یه ذره‌ام آبمون توی جوب بره. امروز روز برگزاری مراسم بود. هنوز روزی که آفتاب عروس ارباب شده بود و به یاد داشتم. با چهره‌ای دخترانه و شیرین، درست مثل آفتاب تو آسمون تو چادر سفید می‌درخشید. آفتاب حقش این نبود. حقش پایمال شد و تموم شد و از یاد همه، حتی اربابم رفت. همه کل می‌کشیدن و سید در حال جاری کردن خطبه عقد بین ارباب و پوران بود. پورانی که یه ثانیه هم لبخند از روی لباش کنار نمی‌رفت. غرق فکر بودم. نگاهی به فخرالزمان انداختم که قد روی صندلی نشسته بود و با دیدن نگاه من بلند شد و به سمتم اومد و گفت گلنسا دختر چرا ماتت برده؟ ببینم کارا رو راستاریس کردی؟ سر تکون دادم و گفتم بله، همه چی رو به راهه. نگاهی به جمع انداخت و باز ادامه داد اتاق هجله چی؟ اون باید به بهترین شکل ممکن چیده بشه. نمیخوام هیچ کس رو کمی
وجود داشته باشه. چشم بستم و باز کردم که گفتم خیالتون راحت، اتاق هجله هم برپاست. وقتی خیالش راحت شد نگاهی بهم انداخت که گفت ببینم انگار تو حالت خوب نیست، نکنه از زن گرفتن ارباب ناراحتی؟ که گفتم نه همچین چیزی نیست، من یکم حال روحیم به هم خورده، به خاطر همینه. دستمو کشید و یه گوشه منو برد و گفت ببین گلنسا، میخوام یه چیزی بهت بگم آویزه گوشت کنی. با چشایی دریدش بالا و پایینم کرد و گفت من میدونم تو برای سپند مهمی، اما از امشب به بعد ممکنه ارباب وارثدار بشه. اون وقته که مادر وارثش از تو براش عزیزتر میشه. امیدوارم عاقلانه رفتار کنی و از این رفتارهای بچگانه انجام ندی. عرق سردی به کل بدنم نشسته بود و جواب دادم امیدوارم همینطور که شما میگید باشه و وارثدار بشن. کیه که بعدش بیاد خانم بزرگ؟ نگاهی چپکی بهم انداخت و گفت الهی که همینطور باشه که میگی و چند روز بعد حسادتت فوران نکنه. گفت و از کنارم رفت. دلم میخواست گریه کنم. دیگه دلم نمیخواست توی این عمارت لعنتی بمونم. وقتی که زن ارباب بودم و همه ازم حساب میبردن دیگه گذشته بود. حالا پوران هر چند زن سوم ارباب بود، اما با حمایت‌های فخرالزمان حتما تا یه مدت دیگه از منم سلام میخواد و منم نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. شب از نیمه گذشته بود و ارباب داخل اتاق کنار پوران بود. دلم میخواست که این قدرت رو داشته باشم و بتونم نابودش کنم، اما همچین چیزی ممکن نبود. با حاله از اشک که توی چشمام پر شده بود چشم بستم و باعث شد دونه دونه اشکام بریزن. دلم میخواست بخوابم و حتی برای لحظه ای این اتفاقای بد رو فراموش کنم. داستان رو میشنویم از آفتاب. زیور خانم، اینقدر که شما کار میکنی من به جای شما خسته میشم. تو رو خدا اینقدر از خودتون کار نکشید. من به خدا ناراحت میشم شما رو اینجوری میبینم. زیور در چراغ نفتیشو بست و رو بهم کرد و گفت دخترم کاری نکردم. به جاش کلی خوشحالم که یه دختر خوب مثل تو کنارمه و میتونم باهاش زندگی کنم. لبخند مهربونی به روش زدم و جواب دادم زیور خانم، به خدا که منم خیلی خوشحالم. اگه شما نبودی مطمئنا من الان. دستش رو روی بینیش به نشونه سکوت گذاشت و گفت تو گل بهار منی. تو باعث شدی من از تنهایی بیرون بیام. هر کاری برات میکنم، هر کاری برات کنم بازم کمه. و خندید و ازم یکم دور شد و همچنان که مشغول کار کردن بود تعریف کرد خدا بیامرز شوهرم که بود هیچی کم نداشتم. اون روزا سن و سالی نداشتم. به من اشاره کرد و ادامه داد حتی از تو هم بچه سنتر بودم که اون حادثه لعنتی اتفاق افتاد و همدمم عمرشو به تو داد آفتاب جان. با ناراحتی سر تکون دادم. خدا رحمتشون کنه. که ادامه داد اون روزا پدر و مادرم ازم میخواستن که ازدواج کنم، اما من انقدر شوهرم رو دوست داشتم که این حرفا حالیم نبود. به خاطر همین موندم و تنهایی زندگی کردم. حالم که تو اومدی و شدی مونس و همدمم. با ناراحتی سری به پایین انداختم و گفتم چی بگم زیور خانم، این اتفاقا همش قسمت و حکمته. به سمت تاقچه اتاق رفت و یه پماد برداشت و به سمتم اومد. بیا آفتاب جان، بیا بمالم به زخمات، الهی که دستشون بشکنه. خودم عقب کشیدم که گفتم خودتو به زحمت ننداز زیور خانم، به خدا که من دیگه حالم خوبه، اینجوری راحت ترم. زیور یه زن مهربون بود و حرف خودش بود. گفت حرف نباشه، من باید تو رو سر و مارو گنده ببینم. هنوز جای زخمات بازه، هنوز کامل صورتت جوش نخورده. و شروع به مالیدن پماد به صورتم کرد. زیور یه زن تنها بود، درست مثل من. خدا رو خیلی شکر می‌کردم که سر راه همچین زنی قرار داده شده بودم. با فکر به اون روزای بعد حالم گرفته می‌شد و دلتنگی واسه خانواده عمونمو بریده بود. هنوز روزی که یهویی با کشیدن موهام به هوش اومدم و با ارباب روبرو شدم و یادم نمیره چطور موهامو میکشید. حس می‌کردم تمام سرم داره رگ به رگ میشه. اما ارباب بی‌رحم‌تر از حد تصور هر کسی بود. اون فقط یه چیزو میشناخت، خودش و آبروش. دیگه هیچی. تنها چیزیو که اصلا نفهمیدم این بود که ارباب چطور اونجا پیدا شد و مانع از فرار من شد. کاش هیچ وقت فرار نمی‌کردم و میموندم.
میموندم تا بلکه با تصمیم ارباب سرنوشتم رقم بخوره. ای کاش جونمو میگرفت. اما اینجوری در به در نمیشدم. اینجا کنار زیورخانوم یکم زندگیم آروم شده بود. دیگه ترس از اربابو نداشتم. اینکه هر لحظه منتظر کتک خوردن از ارباب باشم. دیگه هیچ کدوم از این چیزا تو زندگیم نبود. نگران بودم. نگران پدرم، مادرم، خواهرم که مثل آب تشنه دیدنشون بودم. دلتنگ گلنسا هم بودم. دلم میخواست بدونم ارباب باهاش چیکار کرده. روزی که ارباب از موهام گرفته بود، یادمه که به گلنسا میگفت بهش خیانت کرده. فکر میکنم کسی چیزی از فرار من توسط گلنسا به ارباب گفته بود. و الا غیر ممکن بود که گیر بیفتم. دیگه چیزی واسم مهم نبود. من از سن کم هنوز نرسیده به 20 سال انقدر زجر کشیده بودم. دیگه بقیه زندگیم برام مهم نبود. هر چی باد باد. داستانو میشنویم از گلنسا. 1 ماه بعد شد. مدتی بود که پوران زن ارباب شده بود و زندگی به روال همیشه میگذشت. توی این عمارت تنها کسی که خوشحال بود فخرالزمان بود و بعدش هم پوران. ارباب از رسیدگی به پوران کم نمیذاشت. تو این چند وقت ارباب حتی یه بارم با من همخواب نشده بود و حتی به رو می آورد که وقتی نازا هستم همخوابی بشه دردش میخوره. ارباب بیرحم شده بود. دلش مثل سنگ بود. این روزا فقط به پوران میرسید، بلکه براش وارث بیاره و چشم و دلش رو روشن کنه. آخرین همخوابی من با ارباب درست چند شب قبل از اون حادثه آفتاب بود. از اون شب به بعد من دیگه اربابو کنار خودم ندیدم. همشم از چشم اون پوران میدیدم. حتما اون از ارباب میخواست دیگه نزدیک من نشه. رابطه خوبی با پوران نداشتم، جز سلام و وقت بخیری که پوران به زور به من میداد. منم جوابی متقابل بهش میدادم و دیگه هیچی. تو این گیرودار نمیدونم چه مرگم شده بود. انگار تو دلم زخم میشستن و سرگیجه داشتم. نمیخواستم به هیچ کسم بگم. میز شام چیده شده بود. کوکب ازم خواسته بود برم پایین واسه شام. روبرویی باهاشون برام خیلی سنگین بود. اما باید میرفتم. ناچار بودم. آروم آروم قدم برمی‌داشتم و به میز شام نزدیک میشدم. با دیدن پوران که کنار ارباب نشسته بود چشم ازش گرفتم و به سمت صندلی که کنار فخرالزمان خالی بود رفتم. که گفتم سلام ارباب، خسته نباشی. ارباب نگاه زیر چشمی بهم انداخت و جواب داد سلام، بشین، شام سرد میشه. سر تکون دادم. چشم، میشینم. نشستم و بلافاصله نگاهی به فخرالزمانم انداختم و سلام دادم و جواب داد علیک سلام. لطفاً دیگه انقدر دیر حاضر نشو سر میز. ملت که معطل تو یکی نیستن. پوران با ابروهای در هم نگاهم کرد و سلام داد. جواب دادم سلام پوران، حالت خوبه؟ قاشقو تو دستش گرفت که گفت خوبم، ممنون. دیگه حرفی بینمون زده نشد و نگاهم به کوکب افتاد که با سینی ماهی بریون شده وارد شد. به محض گذاشتنش سر میز بوی زمختش به مشامم خورد و حس کردم تمام محتویات معدم داره بالا میاد. اوق زدم و جلوی دهنمو گرفتم که فخرالزمان فوراً گفت وا، حالمونو بد کردی دختر، این چه وضعشه؟ با دست آزادم خودمو باد میزدم که ارباب گفت گلنسا چته؟ چیزی شده؟ نگاهی سرسری به ارباب انداختم و وقتی فهمیدم جدی دارم بالا میارم گفتم ببخشید و از سر میز بلند شدم. بزرگوار خودمو به حیاط رسوندم و شروع به اوق زدن کردم. احساس میکردم دارم میمیرم، اما چیزی از معدم بیرون نمیومد. نفس میزدم که سایه ارباب بالا سرم حس کردم. نگران پرسید گلنسا، حالت خوبه؟ چی شده؟ با دست دور دهنمو تمیز کردم و گفتم ببخشید ارباب، یهو نمیدونم چه مرگم شده و از بوی ماهی حالم بد شد. میخواستم بالا بیارم. ارباب جلوتر اومد و گفت از کی اینطوری شدی؟ دقیق بگو. از سر جام بلند شدم و رو به ارباب وایسادم و گفتم 1 هفته است. همش احساس سرگیجه و سردرد دارم. امشبم واسه اولین بار حالت تهوع بهم دست داد. مهم نیست، بریم، شامتون سرد میشه. 1 قدم برداشتم، اما ارباب از دستم گرفت و گفت نه نرو، باید قابله بیارم برات. همونجا که وایساده بودم برق از سرم پرید و به سمت ارباب برگشتم. قابله واسه چی؟ نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت زود باش، برو داخل اتاقت. تا من قابله رو نیاوردم از جات تکون نمیخوری، فهمیدی؟ با پلکای لرزون جواب دادم چشم ارباب، میرم.
و ارباب ازم دور شد و شروع به صدا زدن کوکب کرد. رو تخت ارباب تو اتاق مهمون دراز کشیده بودم و ارباب و فخرالزمان و پوران و اعظم قابلم کنارم نشسته بودن و ارباب دم و بازدم از قابله میپرسید خانم چشه؟ اعظم همونطور که در حال گرفتن نبضم بود و با شکمم ور میرفت لبخندی به ارباب زد و گفت الهی شکر ارباب، الهی 1000 مرتبه شکر. چشم و دلتون روشن، تبریک میگم. من همونطور که متعجب مونده بودم که ارباب داد زد اعظم میگی چی شده؟ یا اعظم چشم بست و گفت گلنسا خانم بچه به بارش ارباب، ایشالله که خیره. همه ماتشون برده بود. فخرالزمان میگفت همچین چیزی ممکن نیست. پوران تون تون پلک میزد و همش نگاهش به ارباب و همش نگاه به ارباب مینداخت و منی که سریع بغضم گرفته بود. ارباب آروم آروم عقب رفت و گفت اعظم مطمئنی میخوای یه بار دیگه معاینه کنی؟ اعظم قابل خنده کرد و گفت خیال جمع ارباب، تا حالا معاینه هام کشک از آب در نیامده. ارباب دو دستش رو جلوی دهنش و بینیش گذاشته بود و همش میگفت چطور شده؟ چطور ممکنه؟ و من که همش دست به شکمم میزدم. انگار میخواستم از صحت بیدار بودنم مطمئن بشم. پس همون آخرین باری که با ارباب بودم، پس همون شب ثمر داد. یعنی بعد از 10 سال این درخت بیبار داشت میوه میناد. اشک تو چشام حلقه زده بود و فخرالزمان و پوران با گفتن اصلاً معلوم نیست چه خبره از اتاق زدن بیرون. ارباب جلو اومد و دستمو تو دست گرفت و گفت گلنسا این واقعیت داره؟ یعنی تو حامله ای؟ سرمو چند بار پشت هم تکون دادم و گفتم چند وقت اصلاً جون به تن ندارم ارباب. همش سرگیجه، همش بیحالی، سردرد، تا اینکه امشب با رسیدن بوی ماهی به مشامم حالت تهوع گرفتم و ارباب دستشو نوازشوار به سرم کشید و گفت چرا زودتر بهم نگفتی وضعیت حال تو؟ چرا ازم پنهون کردی؟ آروم گفتم آخه ارباب منو چه به بارداری؟ چطور باید میفهمیدم این حال بعد از 10 سال واسه حاملگیه؟ ارباب فشار بیشتری به دستم داد و گفت گلنسا هیچ وقت فکر نمی کردم تو برام بچه بیاری. همیشه فکر می کردم تو برای همیشه بچه دار نمیشی. گلنسا تو من ازت ممنونم. لبخند گرمی روی لبای هر دومون نشست که گفتم امیدوارم بتونم سالم تحویلتون بدم ارباب. دستشو دور گردنم حلقه کرد. بوسه‌ای روی گونم کاشت و گفت تو یه زن محکمی. این همه سال گذشت اما از نیشوکنایی‌هایی که مادرم بهت میزد گله‌ای به من نکردی. گلنسا تو واقعا یه زن کاملی. نفس عمیق کشیدم و بغض بدی گلومو چنگ زد و باعث شد توی چشام اشک جمع بشن که با تعجب گفت تو داری گریه میکنی؟ با حال دستم به چشمم کشیدم و با لبخند گفتم نه. اما ارباب من که گفت تو چی گلنسا؟ چی میخوای؟ بغضم ترکید و گفتم کاش من بمیرم ارباب. من خیلی شومم. من با نازا بودنم باعث شدم یه دختر بیگناه زجر بکشه و در به در بشه. از اون برم باعث شدم شما زن سومو هم بگیری. من مستحق مرگم ارباب. من نمیتونم خودمو ببخشم. ارباب دستمو گرفت و گفت گلنسا تو بارداری. لطفاً انقدر گریه نکن. چرا داری خودخوری میکنی زن؟ هیچ وقت فکر نمیکردم آخرین باری که باهات همبالین بشم این اتفاق رقم بخوره. لبخندی خجالتبار زدم و سرم پایین انداختم. دوستای عزیز و مهربونم ممنون که حمایت میکنید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.